سلام بچه‌ها، من ریزوکم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. میدونم که خیلی وقت ویدیو نذاشتم و یه سری مشکلات هست که انشالله 3-4 ماه دیگه حل میشه و با یه کامبک خیلی قوی بک میزنیم و آره. خب توی این ویدیو قراره که با هم یاد بگیریم ذهن بازی اسنایپر چجوریه و واکنش اسنایپر توی موقعیت‌های خاص چجوریه. کلا سبک بازی اسنایپرها به دو نوع تقسیم میشه. نوع اول که 50% 60% پلیرها اینجوری پلی میدن، سبک فانه. سبک فان چیه؟ سبک فان یعنی طرف پلی میده، واسش مهم نیست چه لوز چه مچ چه وین شه، اما خب فشارشو میخوره. خیلی اینجوریان. و بعضیا مثلا فان پلی میدن فقط برای اینکه ریکورد کنن یه گیم پلی در این است. سبک اینجوری که خب این سبک فان اینجوری که خب شما همون اول مچ، اول راند، وقتی که مچ شروع میشه راش میری تو ساید انمی، تو بیس انمی، میری جلو، 1 نفر 2 نفر 4 نفر اصلا ایس میکنی، یا اصلا بعضی وقتا هیچ رو نمیزنی، فرست بلاد میشی. مونده به شانست، مونده به اون سطح پلیرای روبروت، مونده 50-50 دیگه. هیچ وقت حتمی نیست که آره من رفتم جلو حتما ایس میکنم، حتما مچم میشه. 50-50. اما سبکی که من میخوام تو این ویدیو بیشتر در موردش صحبت کنم این سبک دوم است. این سبک دوم اسمش سبک هولدینگ یا هولدینگ. یعنی چی؟ یعنی مهم نیست که تو بومبر باشی یا دیفند، تو باید بازی خودتو بکنی. یعنی چی؟ به عنوان مثلا یه مچ سولویس کردی و خب همون اول مچ، اول ران، تیمیت رندوم مایک میده میگه بچه آراش ای، بچه آراش بی. اون تیمیت رندوم کیه که میخواد به تو مثلا پلن بده، میخواد به تو این بگه چیکار کنی چیکار کنی. تو باید اونجا دیگه خودت بدونی دیگه بازی خودتو میکنی با چیزی که خودت میدونی صلاحه، چیزی که میدونی درسته، چیکار میدونی که چیکار باید بکنی، میدونی که چیکار باید نکنی. اونجا تو بازی تو میکنی و خوب مچ جمع میشه سطح دیگه. حالا جمع نشه، حالا به خاطر تیم بقیه تیمه، تو بازی خودتو کردی. افرادی که معمولا با این سبک هولدینگ پلی میدن بیشتر صداپا میگن، یعنی صداپا حکم اول واسه شون داره. اول صداپا میگیرن، بعد پیک میدن، بعد راش میدن. اینجوری بهتون میگم. مثلا شما تک به 5 موندی و یکیشون پیک میده، نه پیک که نمیده، یعنی مثلا شما یه جا تک به 5 موندی، صدا پا میگیری، میگی آره الان فلانی سمت راست منه، سمت چپ منه، پیک میدم اینو میزنم، میریم اونور، نفر بعدی صدا پاش میاد به پیک میده، میفهمی اونجاست، پیک میدی میزنیش، خیلی راحت ایزی. معمولا اینجوریه که وقتی شما تک به 5 موندی، تک به 4 موندی، اون 2 نفر 3 نفر اول همیشه یا صدا پا میدن یا پیک میدن که شما راحت اونا رو میتونی بدونی، یعنی جاشون رو میفهمی که کجا. و خب اون بقیه که میمونه، اون 2 نفر اون 3 نفری که میمونه، خب شما اگه بمب پلن شده بود شما میدونین که آره اون 3 نفر اون 2 نفر دور و بر بمب سایدن، دور و بر بمب. اما اگه بمب پلن نشده بود، مثلا شما تا همین مپ فایرینگ رنج واو تا همین مپ فایرینگ رنج مثلا شما ای تو ساید ای اونا میگه آره خب الان من ای ام، حتما یا این از بک من میاد یا تو بیس خودشونه. سبک بازی همین دیفند ممکنه خیلی وقتا حوصله سربر باشه، نباید، نیازی نیست که همیشه مثلا با این سبک هولدینگ پلی بدیم. من خودم همیشه فان پلی میدم، مگر اینکه بعضی وقتا بخوام ترای کنم، مثلا جلوی اسکریم چیزی داشته باشیم، تورنمنتی داشته باشیم. چون همینجوری، چون سبک یه ذره حوصله سربره، یه ذره کمپ ماننده، کمپ که نیست ولی خب دیگه ترای دیگه، یعنی خیلی راش نمیدی وای میسی اون راش اینجوریه، یه ذره ممکنه حوصله سربر باشه، اما خب دیگه همیشه اینطوری نیست. وقتی که شما موقع بازی داری از ذهن بازی استفاده میکنی، خب دیگه باید بدونی دیگه مثلا شما تک 5 میلی نباید بری یه جایی که اوپنه، یه جایی که بازه، نباید بری اونجا که از همه جا همه به تو دید دارن، اونجا نباید بری. باید بری جایی که مثلا جایی که کوچولو ماننده، یا مثلا جایی که دیگه تاش مثلا 3 تا نفوذ داشته باشه که بتونه طرف از اونجا بیاد. مثلا شما تمام مپ فایرینگ رنج میری تو کانکس یه پنجره داره، یه دونه در داره، یه دونه در خروجی داره. تو میتونی صدا جاهو خیلی راحت بگیری که
خیلی سخت هم نیست اونجا رو گرفتن. کلا اسنایپرها توی سبک هولدینگ، کل اسنایپرها معمولا خط میگیرن. خط دیگه تهش 20 ثانیه است، بیشتر از 20 ثانیه نمیشه طرف. و من خودم باشه، من خودم دیگه بیشتر از 10 ثانیه حوصله‌ام سر میره حقیقتا، بیشتر از اون نمیشه. وقتی خط رو گرفتی، خب دیگه وظیفه یه اسنایپر خط گرفتنه دیگه. کسی به شما گفت خط گیر، بگو خب اسنایپرم، خط نگیرم چیکار کنم، وظیفه‌م خط گیری دیگه. اسنایپر باید خط بگیره، مخصوصا توی سبک هولدینگ باید خط بگیره. خط هم گرفت دیگه، همیشه که خط نمیگیره، مونده به موقعیتش دیگه، به اون موقعیتی که هستش. 1 به 5 2 به 5 چه وضعیتش اونجا. سعی کنیم وقتی که مثلا 1 به 5 موندین هول نشید، استرس نگیرین. منظورم از استرس چیزی نیست که مثلا دستتون بلرزه یا عرق کنی یا مثلا توی مایه ها. سعی کنین ریلکس باشین. خب 1 به 5 دیگه، مردی اشکال نداره، مچ بعدیش میاد، راند بعد راحت، چیز خاصی نیست، پلیتون رو بگیر. و خب ممکنه همین سبک، یا گفتم ممکنه مثل سربر باشه، ولی خب همیشه بازی خودتون بکنین. اگه دیدین دیگه مثلا خیلی نیازه که ترور کردن، اون موقع مثلا اینجوری ترور میکنین. و خب آره، اما این خطگیری، هر کی بهتون گفت خطگیر دیگه پا نشین بگین نه من خطگیر نیستم. خب اسنایپر خط میگیره دیگه، باید خط بگیره. اسنایپر خط نگیره خب نمیتونی که همیشه فقط راش بده، همیشه فقط بری جلو، یه این بزنه، یه تیری بزنه، بخوره به طرف. اتفاق بعضی وقتا میس میره، بعضی وقتا باید خط گرفت، بعضی وقتا دیگه باید. مثلا شما نمیتونی که با مثلا جلوی یه عرب با یه پینگ بهتر، با یه دیوایس بهتر، مثلا شما فونی گوشی تا انیمی رو برود آیپد پینگش هم بهتره، عرب هم هست، نمیتونی بری جلو اون همجوری راشش بدی. خب صدی به یقین حتما تو میمیری، تو رو حتما میزنه اون، چه توی دوئل باشه چه توی رنگ باشه. حتما توی این موقعیت باید تو خط بگیری، باید خط بگیری، هولدینگ پلی بدی که طرفو بزنی، چه توی دوئل باشه چه توی رنگ باشه. توی هرچی این مسئله فرق میکنه، اما خب بازم همینه. من بچه‌ها سعی میکنم توی آینده خیلی ویدیوهای از همه چی آموزشی بذارم، گیم پلی بزنم واسهتون، هر چی خواستین بگین. و خب سعی کنید موقع پلی دادن خیلی استرس نگیرید. بازی چیزی نیست که مثلا من خودم دستام عرق میکنه به شخصه، اما خب بازی دیگه چیز خاصی نیست. و خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا ویدیو من همراه بودین. پیس.